ببین کلا هر ورزشی تو دنیا هست رو بذار کنار. شطرنج خیلی خوب بلدم بازی. نه شطرنج زوم بازی کنیم. بچه اگه گفتی شبیه کدوم یکی از بازیکن‌های فوتباله؟ اکرم عفیف. او مای گاد اکرم عفیف. همه رو زد اوت. یعنی حتی کورنر هم نتونستی. چه رفت تو هم ندادی؟ واسه لاول رفت تو خط پشت در. فرقی داره. خب چالش بعدی چیه؟ باید بزنیم تو تیرک. یعنی یا بالا یا پایین یا چه پاراست. علی سوری بین 4 تا شوتی که داشته یه دونهش سمت دروازه نرفته. هر کسی توی کاری خوبه دیگه. تو هیچی خوب نیست. توی خوبم که الان تو از ویدیو حذف کنم. ادعا کردی چی شد؟ خود نزدی سمت دروازه. نه دقیقه رو وجود دارم که دوزدی. ای بچه‌ها داد بزنید. بریم ببینیم که آقای افشار چی شد؟ ادعا. با ادی درستش. چی شد؟ ادعا. با ادی درش بیا. کلی علی. بزن کله علی. زدم. الان که می‌خواست بزنه کله علی زد تو تیر.